سلام دوستان عزیز، در این ویدیو میخواهم طرز تلفظ حرف ت را به شما آموزش بدهم. پس تا آخر ویدیو بیننده باشین و همچنان لایک و سابسکرایب را فراموش نکنید. چطور ما حرف ت را در زبان پشتو تلفظ بکنیم؟ ت از جمله حروف مخصوص زبان پشتو است، یعنی حروف خاص زبان پشتو است که تلفظ آن و مانند ت فارسی می باشه و زمانی که ما میخوایم تلفظ بکنیم باید سنگین‌تر و پرتر از ت فارسی تلفظ بکنیم. حالا شما به مثال ها توجه بکنین. مثلا توکه نمیگیم توکه یعنی پر و سنگین تلفظ میکنیم. توکه به معنی فکاهی. تلگی صنف. تل همه. طرز تلفظ حرف س پشتو. چگونه ما حرف س پشتو را تلفظ بکنیم؟ س از جمله حروف خاص زبان پشتو است که به شکل هی فارسی نوشته میشه و بالای خود 3 نقطه داره و این را در زبان پشتو س تلفظ میکنه که در زمانی که ما بخوایم تلفظ بکنیم صدای آن به مانند حرف سین فارسی است و تلفظ آن کمی سریعتر می باشه و به گونه‌ای که هنگام تلفظ زبان خود را به دندانهای پیش رو می چسبانیم و پس رها می کنیم. حالا شما مثال ها توجه بکنین. مثلا سپلای به معنی چپلی، یعنی به مثل سین فارسی چی میشه؟ تلفظ میشه. و سینگ به معنی چطور. سنگ به معنی پهلو. بخش بعدی چگونه ما حرف ز را تلفظ بکنیم. ز از جمله حروف خاص زبان پشتو می باشه که تلفظ آن به مانند ز فارسی هست و زمانی که ما می خواهیم تلفظ بکنیم نوک زبان خود به دندانهای ثنای پیش رو می چسبانیم و پس رها می کنیم. حالا شما به مثال ها توجه بکنین. زای به معنی جای. زنگل به معنی جنگل. جوان و این حرف به مانند هی فارسی نوشته میشه و بالای خود یک تا چی داره؟ امزه داره و زمانی که ما میخوایم تلفظ بکنیم فقط نوک زبان به دندانهای پیشرو ثنای پیشرو میچسبانیم و پس رها میکنیم. حالا شما به بعدی چگونه ما خین را تلفظ بکنیم؟ خین از جمله حروف خاص زبان پشتو می باشه که تلفظ آن به مانند شین فارسی است و زمانی که ما می خواهیم تلفظ بکنیم صدا باید از زیر زبان خارج شود و کمی محکمتر ادا شود. خین. حالا شما به حروف ها توجه بکنین. مثلا خوانکی یا مثلا خزه اخکولی. خوانکی به معنی معلم. خزه به معنی زن. اخکولی به معنی زیبا. چگونه ما دال را تلفظ بکنیم؟ دال از جمله حروف خاص زبان پشتو می باشه که به مانند دال فارسی هست و زمانی که ما بخوایم تلفظ بکنیم کمی سنگین تر و پرتر تلفظ می کنیم. حالا شما به مثال ها توجه بکنین. مثلا دودی به معنی نان. دک پور. دیر به معنی بسیار، یعنی پرتر از دال فارسی چی میشه؟ ادا میشه. طرز تلفظ حرف ر در زبان پشتو. چطور حرف ر را در زبان پشتو تلفظ بکنیم؟ ر از جمله حروف مخصوص زبان پشتو است که تلفظ آن به مانند ر فارسی می باشه، اما در هنگام تلفظ کمی پرتر و زیر زبان باید تلفظ شود و اینکه در هنگام تلفظ نوک زبان را به کام میچسبانیم و زبان را مستقیم رها میکنیم. حالا شما با مثال توجه بکنین. مثلا روند به معنی نابینا. سری به معنی اشخاص. استاری به معنی خسته، یعنی نوک زبان در کام میچسبانیم و دوباره مستقیم رها میکنیم و اینکه از ری فارسی پرتر و سنگینتر چی میشه؟ ادا میشه. توجه بکنید. طرز تلفظ حرف گ در زبان پشتو. چطور حرف گ را در زبان پشتو تلفظ بکنیم؟ و یا حرف ج که تلفظ این حرف در ولایت های قندهار ج تلفظ میشه و در ولایت های مرکزی گ تلفظ میشه.
گ و یا ج از جمله حروف مخصوص زبان پشتو است که تلفظ آن به مانند ژ فارسی می باشد و در هنگام تلفظ باید صدا از زیر زبان خارج شود. حالا شما به مثال ها توجه بکنین. گیره و یا ژیره. گیره به معنی ریش، موگ و یا موژ، ما، کیگی و یا کیجی می شود. حالا شما طرز تلفظ حرف نور در زبان پشتو. چطور حرف نور را در زبان پشتو تلفظ بکنیم؟ نور از جمله حروف مخصوص زبان پشتو است که تلفظ آن به مانند نون فارسی می باشد و در هنگام تلفظ باید پرتر و سنگینتر از نون فارسی تلفظ شود. حالا شما با مثال جمله توجه بکنین. مانند رنا. رنا به معنی روشن. مانعی، مانعی قصر. بن، باغ. خب دوستان عزیز، رسیدیم به پایان درس. تا ویدیوی بعدی، علام و ملشه.